صبح که داشتم کار روزمره رو انجام میدادم، به فکر این بودم که امروز راجع به چی صحبت کنم و نکته‌ای به ذهنم نمیرسید. از جلوی تلویزیون رد شدم و شبکه روی نمیدونم کدوم شبکه بود، ولی از این فعالای اینستاگرامی بود که توی پارک و اینا مصاحبه میگرفت از خانم‌های هم سن و سال خودش و ایشون سوالش این بود که آیا با مردی که خیانت میکنه و تنبه طلبه اوکی هستید، میمونید یا خیر؟ یکی دو تا خانم‌ها داشتن میگفتن که آره اوکیه، مشکلی نداره، مرد همه تنبه طلبن، چه اشکال داره، کاریش نمیشه کرد. و یکی دو تا خانم هم داشتن میگفتن که نه، ما مردمون باید فقط ارتباط پایدار باشه، واسه خودمون باشه، کمربندش واسه هیچ زن دیگه به جز من باز نشه. یکیشون داشت این شکلی میگفت، لفظ جالبی اومد. و اینکه همین، ولی اکثریت سمت اون داستان بودن. حالا اکثریت رفتار کنم بگم همه بدن همه خوب، 5 6 نفر داشتن گفتم نه باید کمربندش فقط واسه ما باز کنه. یه نفر اصلا داشت گفت اوکی هم طرف مردم. خب ارتباطی که خداگونه باشه، ارتباطی که عشق باشه، ارتباطی که تو هم با قلبی تپنده باشه، ارتباطی که تو هم با احساسی قدرتمند باشه، خداگونه باشه، یک دل باشن دو نفر، نیمه گم شده هم باشن یا جفت روحی هم باشن به اصطلاحات مختلف. خب انقدر عاشقانه و پایدار هست و انقدر متعهد هست که جای این صحبت ها درش وجود نداره و دو نفر آگاه هستن به این موضوع که این عشق پایداریش بر اساس همین وفاداری است و اصلا صحبت نداریم. و همچین عشق‌هایی هم امروز در جامعه امروز، در دنیای امروز بسیار کم در زندگی ما عشقی داشته باشیم، همراهی داشته باشیم که خداگونه تبدیلش کنیم یا خداگونه باشه، یا میتونیم زندگیمون رو به همین شکلی که هست بگذرونیم. منافعی، شرایط خوبی داره، شغلش خوبه، درآمدش خوبه، حقوقش خوبه، ماشینمون رو هر 2 سال یه بار میتونیم عوض کنیم یا هر سال بعضی اوقات. مردم همه تنوع طلبن، چیکار میشه کرد؟ این گونه زندگی کردن کار ساده است. بنده اخلاقم اینه که اگر این رسانه رو استارت زدم و میخوام همراه باشید با من و من هم همراه باشم با شما از طریق این لنز و تکنولوژی امروز، این است که آنچه که در واقع در زندگیم تجربه کردم یا احساس کردم یا متوجه شدم و خودم لمسش کردم به هر شکلی، روحی، مادی، معنوی، فیزیکی یا الهی، شهودی، به هر شکلی که خودم احساسش کردم میخوام با شما در میون بذارم. و هیته صحبتم، فرکانسم، لولم اینجاست و چیزی که راجبش اطلاع نداشته باشم یا احساسش نکرده باشم یا اتفاق نیفتاده باشه بیان نمی‌کنم. پس این مسئله برای من بسیار خداگونه اتفاق افتاد و آشنایی بنده با همسرم بسیار خداگونه. داستانش رو یه روز یه مقدار که تعداد بیشتری شدیم توی موقعیت بهتری که شاید خودش هم بتونه حضور داشته باشه بیان می‌کنیم. سر صحبت ما با اون یه نفر بود، 2 نفر، 10 نفر، مهم نیست، که به اون شکل بیان کرد و ما میدونیم که این احساس خداگونی نیست، احساس عاشقانه نیست، رابطه پایداری نیست. اگر هم پایدار باشه بر پایه منافع فقط و توضیح اضافه نمیده. ما هم از یه سنینی که یه مقدار به بلوغ میرسیم یا بزرگتر میشیم همه این احساس داریم که یک نیمه گم شده عشق پایدار، زندگی پایدار به وجود بیاد. اما از یه تایمی که میگذره و اتفاقات مخرب جامعه و ارتباطات ناموفق، انسان به جایی که میرسه نه بابا همچین چیزی نداره، اشکال چنده، همه بعد فقط هم پرستا، فقط دنبال پولتن. خانم هم که تکلیفشون مشخصه. بدون